این داستانش پسری به اسم ارسلان فرستاده و گفته که ما یه روز عروسی دعوت میدیم. از یه روزی که عروسی دعوت بوده برای من یه خاطره فرستاده و نوشته که سلام، اسم من ارسلانه. من چند وقت پیش عروسی دعوت بودم و جالبه بدونید که توی عروسی اونایی که من دعوت بودم اوناش خیلی ثروتمند بودن و بسیار باید یه تیپ خوبی میزدم و خودم رو حسابی درست میکردم برای عروسی. خلاصه روز عروسی شد و من باید میرفتم آرایشگاه و خودم آماده میکردم و یه جورایی میشه گفت همین کارم کردم. اون عروسی توی دونه باغ برگزار میشد و باغش یک باغ خیلی عجیب بود که گفته میشه از لحاظ عجیب بودن این بود که گفته میشد که اون باغ قبلا یه سری اتفاقات خاصی رخ داده بوده و قبلا یه باغ معمولی نبوده. خلاصه که گفتن که این باغ کلا یه سری داستان خاصی رو تو دل خودش داشته و گفته یک سری گنج خاصی توی دل خودش داره و همین صاحب باغ هم یه جورایی از پیدا کردن اون گنج تونسته که به این ثروت برسه و برای همینم اونجا رو تونسته بگیره. ما بالاخره اونجا رسیدیم. فضا بسیار بزرگ بود و من و پسرمون با هم بودیم و داشتیم اون جلو قدم میزدیم. پسرمون یه حالت به طعنه من گفتش که راجع به این باغ شنیدی که یه سری داستانا راجبش میگن که یه سری گنجینه یا چیزای عجیب توی دل خودش داره؟ منم گفتم که آره خب مردم یه سری چیزا میگن، به گوش میرسه به هر حال. خلاصه رفتار میهمونا انگار یه جوری بود که همشون مثل این که دوست داشتن یه جوری وارد اون باغ میشدن و همشون منتظر یه بهانه بودن که بالاخره بتونن یه جوری ورود کنن به اون باغ و ببینن که توش چه شکلیه، چون همه مثل این که اون داستان رو میدونستن و این عروسی مثل این که بهترین بهونه واسه اونا بود. عروس و داماد داشتن برای شام و اینجور چیزا آماده می شدن و همه مهمونا، ولی من و آرش باید میرفتیم که یه چیزی میگرفتیم از بیرون، باید یه چیزی تهیه میکردیم. برای همین تصمیم گرفتیم که بریم بیرون، یعنی در خروج رو پیدا کنیم. ولی خب چون با ماشین اومده بودیم از بیرون، من با پای پیاده خوب بلد نبودیم که بریم بیرون. برای همین یه مقدار گشتیم و البته اگه ارسلان راست به یکی داشته اونجا رو میگشته، گفتش که به هر حال انقدر اونجا رو گشتیم که در خروج رو پیدا نکردیم و من با آرش همینطوری داشتیم میرفتیم به سمت جلو تا خوردیم به یه دونه انبار خیلی بزرگ و یه انبار خیلی عجیب. من به آرش گفتم که آرش به نظر تو این انبار چی میتونه باشه؟ یعنی چه چیزی تو خودش میتونه داشته باشه؟ معمولا یه چیز جایی به این بزرگی انبار فقط نمیتونه باشه. برای همین هممون یه خورده شک کردیم و دیدیم که یه قفل خیلی بزرگم به اون انبار به درش خورده و آرش هم از اونجایی که خیلی کنجکاو و بالاخره باید توی ماجرا رو در بیاره، دست از کارش نکشید، یعنی اونجا رو ول نکرد. هر چقدر گفتم بیا بریم ولی اون قبول نکرد. برای همین اونجا رو گشت و ببینه که میتونه چیزی پیدا کنه که اون قفل رو باز کنه. برای همین هم چون دور و بر هیچکی نبود حسابی تو خیالش جمع. اون هر جوری شده بود به زحمت یه میله اون طرف رو پیدا کرد و افتاد به جون اون قفل و هر جوری سعی کرد بالاخره اون قفل رو شکست و در رو باز کرد. وقتی رفتیم تو دیدیم که یه محیط تاریک و خیلی عجیبه و دیدیم که سری خرت و پرت و اینا اون جلو، البته خیلی جلو نرفتیم ولی خب اون آرش داشت همینطوری میرفت جلو و دیدش که اون جلو یعنی میخواست ببینه که کلا چیه. وقتی که رفت جلو جفتمون چیزی دیدیم که واقعا شاید باور نکنیم. یه سایه خیلی بلند قد و عجیب و ترسناک دیدیم که 2 شاخ بزرگی هم روی سرش داشت و مثل اینکه واقعا توجه کرد، واقعا چشمش افتاده بود به ما و
انگار مثل که خواب بیدارش کرده بودیم. واقعا ترسیده بودیم و نمیدونستیم چی کار کنیم. همون راهو دویدیم به سمت خود تالار و همون راهی که اومده بودیم و کاملا برگشتیم و بی خیال بیرون رفتن شدیم. اونا و کسایی که اونجا بودن حسابی از سر و وضع ما و اون استرسی که توی ما بود تعجب کرده بودن و اصلا واقعا نمیدونستیم که چجوری قضیه رو بگیم و خب کلا تصمیم گرفتیم که به هیچی نگیم. اون شب گذشت و این خاطره عجیب کلا توی سر من بود و فکرم نمی کنم هیچ وقت بتونم فراموشش کنم. و نظر شما راجع به این داستان چی؟ به نظرتون ارسلان سر کارمون گذاشته یا این داستان واقعی بوده؟ چجوری میتونه در برده باشه؟ به نظر در هر حال هر چی بوده مرسی این ویدیو رو دیدید. به نظر من که خب داستان جالبی بود اگه راست باشه یا دروغ. مرسی که حمایت میکنید. حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. مرسی عشق منید. تا ویدیوی دیگه.